سلمان میگه وارد یه اتاق دربسته شدم، دیدم آقا و مولا رسول الله رفته به سجده، تو سجده داره گریه میکنه، هی میگه یا رب علی، به حق علی، به حق علی، به حق علی، به حق علی. سر از سجده برداشت، من متحیر. آقا رسول الله جناب لولاک لما خلقت الافلاک داره خدا رو به حق امیرالمومنین قسم میده. عرض کردم یا رسول الله نمیفهمم، نمیگیرم، برام حل نمیشه، شما اول شخصیتی چرا خدا رو به حق علی قسم میده؟ پیغمبر فرمود سلمان در بین زمین و آسمان ها گشتم، با آبروتر از علی پیش خدا پیدا نکردم، اگر پیدا میکردم به اون قسم میدادم. نمیفهم. فرمود بیا این ذکر رو بگیر برو قبرستان بقیع بگو ببین چه اتفاقی میفته. سلمان میگه اومدم قبرستان بقیع، شروع کردم این ذکر رو تکرار کردن. یکی از ملائکت الله نزول کرد، حبوط کرد. ببینم سلمان میخوای مقام علی رو بفهمی؟ گفتم بله. گفت مقام علی رو کی میتونه بفهمه؟ بابا پیغمبر کارو تمام کرد. فرمود یا علی کسی تو رو نشناخت جز من و خدا، غیر از من و خدا احدی علی رو نشناخت. منو برد سر یه قبر، با پا زد به قبر، قم به اذن الله، به اذن خدا بلند شد، تو دل خاک جنازه ای اومد بیرون. گفت سلمان من از یهودی های مدینه، یهودی بودم، یهودی ماندم، یهودی مردم، ولی در زندگی عاشق جمال علی ابن ابی طالب. روز به روز میرفتم وای میستادم، علی که خونه میومد بیرون نگاش میکردم، عشق میکردم، رفتم دنبال کارم. یه روز اگه علی رو نمیدیدم روزم شام تار بود. یه رو رفتم در خونه مولا، یه ساعت ایستادم، دیدم علی در نیومد. دیدم علی کجاست، چرا نمیاد؟ کنه من امروز علی رو نبینم. من عادت کردم به دیدن جمال امیرالمومنین. گفتن علی رفته مسجد بر نگشته. آمدم در مسجد ایستادم، همینطور دل کنان که میتونم علی رو ببینم یا نه. یهو دیدم در مسجد باز شد، شاه ولایت حیدر کرار امیرالمومنین سر آورد بیرون، بیا ببین و برو. سلمان یهودی بودم، یهودی ماندم، یهودی مردم، منو خاک کردن. شب اول ملائکه غلاظ و شداد عذاب اومدن گفتن مگه پیغمبر ندیدی؟ دیدم. مگه علی ندیدی؟ دیدم. چرا مسلمان نشدی؟ غلط کردم، دیره برا غلط کردم. منو انداختن تو آتیش. سلمان آتیش تا کنار من میومد، من اثر نمیذاشت. صدا زدن ملائکه یا نار خود عدو بالله، بگیر دشمن خدا رو نمیسوزانی، خدا شاهد. آتش به سخن آمد چگونه بسوزان کسی رو که عاشق جمال امیرالمومنین علی ابن ابی طالب بوده. سپاه پلکایش چند لشکر را تکان، علی با خود بخوانی قلب منبر را تکان. و جبرائیل درسش را به حیدر چون که پس میداد، علی ابن ابی طالب فقط سر را تکان میداد. همیشه بعد دیدار علی از بس تحیر داشت، یکی باید می آمد دوش قنبر را تکان.